6 عضو یک خانواده در ولایت بدخشان تاجیکستان به بیماری گرفتار شدند که در زمان جنگ شهروندی در جنوب تاجیکستان 10 نفر را کشت. بیماری ورم جگر روز 31 ینور پسر 13 ساله خانواده قربانبکوف یک آموزگار از ناحیه اشکاشیم را از آنها گرفت و عین زمان 2 عضو دیگری خانواده در حال وزنین در بیمارستان ولایتی در شهر خاروق معالجه می‌گیرند. قربانبکوف که عین زمان در شفاخانه طبابت می‌گیرد روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت همه اعضای خانواده اول ماه ینور بعد استعمال نان گندمی به بیماری گرفتار شدند. آموزگار تاجیک گفت وزارت تندرستی گروه از متخصصان به شمول پروفسورها را برای تشخیص بیماری و معالجه آنها سفربر کرده است و آنها گفتند که سبب بیماری استعمال گندمی آلوده به یک رستنی بود. از یک نمودی گندمی که در خودش چی داشته است یک نمودی عرق در تشخیص گذراندگی ما را برآورده است. ایمان گندم همین کسری پیدا شده. اما نانی که خانواده آموزگار تاجیک را بیمار کرد آلوده به تخم رستنی گرتراب بود است که کاری رگ‌های خونگرد و جگر را به هم میزند. بعد اخراج آبی زیاد شکم بیمار ورم میکند و آب در اطراف دل و دیگر عضوهای مهم بدن جمع می شود. عین زمان به گفته بعضی از منابع 2 خانواده دیگر از یک روستای همسایه توپ در اشکاشیم هم به عین بیماری گرفتار شدند. 11 نفر از یک خانواده و 9 نفر دیگر از عائله دیگر. قربانبکوف هم به رادیو آزادی گفت که در واقع یک عائله 11 نفری را برای معالجه به شفاخانه آنها آوردند، اما تایید این خبر از منابع رسمی بر رادیو آزادی میسر نشد. قربانبکوف که تمام خانواده‌اش در شفاخانه است به رادیو آزادی گفت طبیبان تمام کار انجام دادند و گفتند هر کاری را که از دستشان میآید برای معالجه آنها و به خصوص نجات کودکان انجام میدهند و افزود نبیره من از 3 ساله در حالت وزنین سر من 38 است در حالت وزنین‌تر قرار دارند. در همون چیزی کودکانه است در همون بخش کودکانه میدن در همون جو قرار دارد. فرزند دیگر من در سنف 11 میخونه در همین بخش تراپی میگن. من این خودی من عائله من که در بخش تراپی قرار داریم معالجه گرفته شدیم. آن 2 کودک دیگر در همون بخش کودکانه در روز قرار دارد. وزارت تندرستی تاجیکستان گروه از متخصصان را برای کمک در معالجه و تشخیص منبع بیماری به بدخشان فرستاده است. در پژوهشگاه گاستروانترولوژی و یا بیماری‌های اعضای هاضمه و جگر به رادیو آزادی گفتند که گروه از متخصصان پژوهشگاه را به ولایت فرستادند و آنها آنجا کار می‌کنند. و گفته مصاحب رادیو آزادی در صورت معلوم کردن منبع به مردم هشدار می‌دهند دیگر گندم آلوده را استعمال نکنند و آن را دور بیاندازند. قربانبکوف گفت گندمی که آنها خریدند از جنوب تاجیکستان برای فروش آورده شده است. خدانظر داماد آموزگار تاجیکی در نزد همسر بیمارش در دوشنبه قرار دارد به رادیو آزادی گفت گندم را از ناحیه همدانی برای فروش به اشکاشیم بردند و آنها ماه سپتامبر این گندم را خریدند. همسر حامله و دختر خانواده قربانبکوف را برای معالجه به دوشنبه آوردند تا به صحت کودک بدنش آسیب نرسد. به گفته خدانظر وضع صحتی عائله‌اش خوب است و او زیر نظارت طبیبان قرار دارد. بیماری ورم جگر و یا گرتراب سال 1992 در زمان اوج جنگ داخلی در جنوب تاجیکستان به خصوص ناحیه فرخار خروج کرد. در آن زمان بیش از 8000 نفر در این ناحیه زهرآلود شدند. نه کمتر از 500 نفر هلاک شدند. هزاران نفر دیگر شفا یافتند.